از اولی که صحبت کرد تا اون آخر که اون آهنگ پخش شد و لحظه به لحظهش حتی زندگی کرده بود. از دقیقه 6 بود که گفت همه اتفاقات در جریان بود و من دیگه کشیده بودم کنار. من دقیقاً اون نقطه رو دارم حسش میکنم. همه اون شور و حرارت ها توسط یه عده‌ای از آدما اون شور و حرارت سرکوب میشد، در حالتی که سرکوب ما شده بود پله ترقی یه سری دیگه. تو وقتی وارد دانشگاه میشی یه بک‌گراندی داری، تصوری داری. مواجهه اولیه اکثر بچه‌ها اینه که حالا نه همشون، مواجهه اولیه من این بود که خب همه تصوراتم فرو ریخت و متوجه شدم که خب مثل اینکه دانشگاه اون چیزی که تو تلویزیون و اینجور چیزا نشون میدادن نبوده. هممون با یه سری آمال و آرزو رفتیم دانشگاه و با تنها چیزی که مواجه شدیم یه اساس سرخوردگی بود. این یه ضابطه اجتماعی هستن که آقا توی اجتماع همه افراد هم سلیقه با هم نیستن و اون تعدد سلایق توی جامعه همه جای دنیا این شکلیه که باعث ترقی اون جامعه میشه. ولی ما چیزی که توی دانشگاه متوجه شدیم این بود که آقا نه، فقط و فقط به یک سری از افراد با یک سری عقیده خاص توجه میشه و برای بقیه فقط سنگ اندازی میشه. یه جلسه یه هماندیشی ساده میای فکر میکنی، موضوع طراحی میکنی، محتوا رو میچینی، نمیدونم همه کاری انجام میدی، بعد میری تو دانشگاه مجوز برگزاریشو بهت نمیدن. آقا چرا مجوزشو نمیدی؟ چرا یه نهاد دیگه بخواد توی همون راستا کار بکنه به اون مجوز میدین ولی به همون کار با توسط یه نهاد دیگه مجوز داده نمیشه؟ با چند وقت پیش یه کارگاهی داشتیم برگزار میکردیم که کاملا علمی بود و با موضوع کنکور ارشد و اینجور موارد. یکی از مسئولای دانشکده وسط کارگاه، در حالی که هنوز کارگاه تموم نشده بود، در حالی که هنوز مدرسین کارگاه توی کلاس بودن، شرکت کننده ها توی کلاس بودن، در باز کردن و اومدن گفتن اون کسی که اینجا تو دانشکده بود و رو سریش افتاده بود و من ازش پرسیدم مال کارگاه شما بود، اینجا چی کار میکرد؟ و داد زد جلوی همه اون افراد. نه تنها تو رو تحقیر میکنه که خشمگین هم میشه و تو در اون لحظه نه تنها درگیر نظم و برگزاری جلسه هستی که باید حواست به کوچکترین چیزی تحت عنوان حجاب یکی از شرکت کننده ها باشه. میخوان سرخوردت کنن، میان مسخرت میکنن، میان مثلا یه طرح کاملا شسته رفته میدی، بعد مثلا طرف مسئول دانشگاه میاد میگه این برخوردی که در وهله اول با تو مخالفت میکنه. این تو هر ایده‌ای که ببری در وهله اول یا مخالفت میکنه یا میگه بودجه نداریم یا میگه فرصت نداریم و وقتی تو واکاوی میکنی که چرا این حرفو میزنه، به خاطر اینکه نمیخواد مسئولیتشو بپذیره. ما فقط مجوزشو میخواستیم و از مجوز دادنش هم امتناع میکردن. این مجوز گرفتن رو مینداختنش تو بروکراسی اداری دانشگاه. این پاس میداد به اون پاس میداد به این، بعد اینقدر هی تو رو از این ور به اون ور میکردن که اصلا دیگه یه جایی به خودت میومدی میگی برای کی دارم این کار رو میکنم؟ برای کسی که خودش نمیخواد؟ من صحبتای رهبرای انقلاب کنونی رو میشنیدم، کتاباشون رو میخوندم، بعد رفتیم دانشگاه و دیدیم که حتی به صحبت‌های رهبرای انقلاب کنونی هم حتی اصلا توجهی نشده. مؤذن کسیه که آقا وقتی که اذان صبحه با صدای اون آدم‌ها بیدار میشن، با اذان ظهرش اون مشغله ها کنار رفته میشه و میان به سمت اون مسجدشون. وقتی که نماز مغرب و عشاش میشه با همه خستگیایی که آدما دارن ترغیب میشن به رفتن به اون مسجده. من وقتی وارد دانشگاه شدم خیلی به این فکر کردم که واقعا ما الان نقشه یه مؤذنه برای جامعه داریم. چرا؟ چون که ما قشر درس خونده جامعه هستیم. یه مشت انسان عذر میخوام لومپن نیستیم. ما خودمون قدرت تفکر داشتیم، خودمون قدرت استدلال داشتیم، قدرت استنباط داشتیم. وقتی که وارد دانشگاه شدیم اصلا همچین چیزی ندیدیم.
به نظرم در وضعیت کنونی جامعه ما، در کانتکست کنونی جامعه ما، دانشگاه و ماهیت و اون کار کردی که قبلا داشته رو الان دیگه نداره. کار کرده جمله زمانیه که دانشجو اون کار کرده رو داشته باشه. زمانی که نداره خب طبیعتاً تو نمیتونی بیای بهش بگی که مؤذن جامعه یا از اینجور حرفا. توی رأس کشور، رهبری کشور میاد درباره مطالبه گری دانشجو حرف میزنه، بعد یه رئیسه دانشگاه یا نه اصلا پایین تر رئیسه نهاد جزئی دانشگاه میاد اینا سرکوب میکنه. حالا شما تصور بکن که ما به مؤذنه بگیم اذان بگو، بعد از این ور بیام در دهن مؤذنه ببندیم، میکروفونش خاموش بکنیم، نذاریم بیاد اذان بگه، نمیدونم بگیم سیستم صوت مثلا مسجد مشکل داره صدات نمیره. توی چنین موقعیتی نمیشه انتظار داشتش که دانشجو بیاد مؤذن جامعه باشه و از اون طرفم کاری انجام بده و سیستم به رسمیتش بشناسه و زمانی که تو به رسمیت شناخته نشی کنار گذاشته میشی. نقل همون مؤذنه میشه که آقا داره اذان میگه، بعد همه خودشونو میزنن بخواب، بیدار میشن و خودشونو میزنن بخواب. خود دیگه بابا اون مؤذن هم خسته میشه. من فکر میکنم در وهله اول اون کسی که تصمیم میگیره فعالیت بکنه یه آرمانی یه چیزی تو ذهنشه دیگه، یعنی همینجور رو هوا نمیاد خودشو بشکافه، گسسته بشه، شکافته بشه سر بحث بوروکراسی‌های اداری یا نمیدونم بحثایی که مجوز گرفتنه، از اون طرف حرف شنیدنه و همه این موارد. چیزی باید باشه که تو تم بدی و این کارها رو انجام بدی. یه جایی به بعد تو حس میکنی که بیشتر از این که به آرمانت نزدیک بشی و برسی به اون چیزی که میخوای داری از خودت میزنی. شورای فرهنگ دانشگاه کلا معروفن به این که هر تفکری که به ضررشون باشه را بخوان واقعا با سرکوب باش برخورد کنن. سرکوبش یا میارن توی بوروکراسی اداری، سرکوبش یا میارن توی تمسخر یا میارن توی تهدید. تو از جایی به بعدش دیگه اون دلسوز بودنت تبدیل میشه به یه منفعل بودنه، نمیدونم اینکه بذار هر کاری دلش خواست بکنه. بحث سر اینه که همون آدم فعال آرمانگرای مخالف انفعال هم وقتی وارد این سیستم میشه خروجیش مثل یک تابعی وجود داره که این آدم فعال تبدیل به یک آدم فرسوده، یه ناامیده بیخیال میشه و تبدیل به یک آدم بی دغدغه میشه. منی که خودم اخبار رو دنبال میکردم که ازش محتوا تولید بشه برای آگاهی دانشجو، انا اصلا اخبار نمیبینم. میرم در کتابامو باز میکنم، میشینم درسامو میخونم، بعدش کتابامو میبندم میرم دنبال زندگی، میرم سر کار، میرم خونه، میخوابم، با دوستان وقت میگذرونم. حتی من الان این پادکست رو گوش دادم فهمیدم، به خودم گفتم از کجا به کجا رسیدم. میتونم تصور کنم یا نمیتونم تصور کنم. تصور کردنش که محال نیست قطعا، ولی بحث اینه که تو یه اینه که واقع نگری داری. هر لحظه و هر روز که میری دانشگاه میبینی که ای قانون جدید تصویب شد، ای قراره حراست بیشتر گیر بده، ای حراست به منی که چادر میپوشم هم گیر میده بعضن. آقا تصور این بود که خب ما همه افرادی که توی جامعهمون زندگی میکنن آدمایی نیستن که بخوان اون سری آمادگی ها رو داشته باشن که بتونن از مطالب استدلال و استنباط بکنن. خب این آمادگی یه دانشجو داره. اصلا این شکلیه که تو وقتی که داری وارد دانشگاه میشی همش به فکر اینی که یه سری افکار و عقایدی بیاد که همه جامعه یه سطح داشته باشن و همه جامعه با هم دیگه رشد بکنن. نه این باشه که یه عده مثلا بیان با یه سری افکاری که مثلا سطحش از 120 بیان کنار تو که سطح افکارت از 170. خب اینجا میخوام یه ترازبندی بکنیم که آقا همه مثلا برسن به 45 و با هم دیگه از این 45 شروع بکنیم رفتن به 55، 95 و حتی 100. من فکر میکنم در وهله اول این که تو رو به رسمیت بشناس. به رسمیت شناختن به این معناست که تو رو با همه اون خواسته هایی که داری، با همه اون احساساتی که داری، با همه اون عقایدی که داری بپذیرنت و تو رو از دایره نندازن، تو رو هی محدودت نکنن، هی نیان یه وزنه‌ای بذارن و وزنت کنن بگن نه دیگه تو دیگه به درد نمیخوری. من و تو
حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی ها کم نیست